مسلمان گرامی، خداوند موتور همت بده و داد. الحمدلله، شکر جوان هستیم، شکر صحتمند هستیم، شکر با عقل و با هوش و با فکر هستیم، اما ما تنبلی میکنیم، ما سستی میکنیم، از این کار نمیگیریم، از این گنج بی‌بها استفاده نمیکنیم. بسیاری ها خبر ندارن از فضیلت ماه شعبان، حتی نمیدانن که این ماه کدام ماه هست، فضیلتش چی است، کدام تاریخش است، چه کار باید بکنم، شب چه باید بکنم، روز چه باید بکنم. استفاده نکردیم. خدای پاک همه ما را توفیق بده که از این عمر خود استفاده داشته باشیم، قیمت خود را بالا ببریم. قیمت ما به همت ما تعلق داره. عزیزای گرامی، هر قدر همتت بالا باشه همه قدر قیمتت بالاست، و هر قدر همتت تو پست و پایین باشه، سست و تنبل و کسل باشی، اما قدر قیمتت پایین است.